فیومئذ وقعت الواقعه. آن روز است که آن اتفاق عظیم اتفاق خواهد افتاد. اذا وقعت الواقعه، اون روزی که واقع می شود آن واقعه و اتفاق بزرگ، پایان این دنیا، اون لحظه ای که از این دنیا منتقل میشیم به عالمی دیگر و پایان این دنیاست و شروع دنیای دیگر. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه، و شق می شود آسمان ها، آسمان از هم شکافته خواهد شد. فهی یومئذ واهیه، و آسمان اون روز بسیار سست خواهد بود. تمام این نظم و شگفتی از هم خواهد پاشید و همه چی از بین خواهد رفت. ستارگان و سیارات، خورشید و ماه و زمین و هر آنچه که ما در آسمان می‌بینیم همه از بین می‌روند. انفجارهای عظیمی اتفاق خواهد افتاد و پایان این دنیا خواهد بود. عمر این دنیا به پایان میرسه. و الملک علی ارجائها، ملائکه رو خواهید دید که در گوشه و کنار آسمان هستند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، آن روز بزرگترین مخلوق الله متعال که عرش نام دارد، عرش رو حمل خواهند کرد هشت ملک عظیم، هشت ملک عظیم در روز قیامت عرش رو حمل خواهند کرد. اینها به نام ملائکه حملة العرش نامیده شدند و در سوره مبارکه غافر الله متعال اشاره میکنه به اونها الذین یحملون العرش، کسانی که حمل میکنن عرش الله متعال. و عرش بزرگترین مخلوق الله متعال است که الله متعال مخلوقی به عظمت عرش نیافریده است و عرش بزرگترین مخلوق الله متعال است که تمام آسمان ها و تمام آنچه که ما میبینیم در برابر او به مانند انگشتری است در بیابان و سقف جنت است و الله متعال مستوی است و قرار گرفته بالای عرش خود. عرش الله متعال رو اون روز 8 ملک حمل خواهند کرد که رسول الله علیه السلام فرمود این ملائکه به قدری عظیمند که فاصله بین نرمی گوش تا شانه آنها، اگر با سریع ترین وسیله ها و مرکب هایی که دارید اگر بخواید طی بکنید فاصله نرمی گوش تا شانه یکی از این ملائکه رو 700 یا 800 سال طول خواهد کشید که این مسافت رو ما طی بکنیم. اینها ملائکه عظیمی هستند که 4 ملک در این دنیاست و رسول الله علیه السلام فرمود در روز قیامت 4 تای دیگه اضافه خواهد شد و 8 نفر عرش الهی رو در اون روز حمل خواهند کرد. یومئذ تعرضون، آن روز شما عرضه خواهید شد بر الله متعال. لا تخفى منکم خافیه، هیچ شیئی از شما بر الله متعال پوشیده نخواهد ماند. لا تخفى منکم خافیه، هیچ شیئی از شما بر الله متعال پوشیده نمیماند. روز سختی خواهد بود. اون روز روزی است که هیچ چیزی پنهان نیست بر الله متعال. یومئذ تعرضون، آن روزی است که همه به پیشگاه الله متعال حاضر میشن. در صحرای محشر همه انسان ها حاضر خواهند شد و کارنامه اعمال انسان ها به اونها داده خواهد شد. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، و به اونها وقتی که گفته میشه که بخوان اقرا کتابک، بیا بخوان کارنامه اعمال خودت رو، کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا، امروز تو خودت قاضی محکمه خود باش و درباره کارنامه اعمال خودت قضاوت کن و خودت درباره خودت نظر بده. وقتی که نگاه میاندازه انسان به کارنامه اعمالش میگه که یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، این چه کتابی است، این چه نامه است که هیچ چی رو در او فراموش نشده است و فروگذار نشده است. هر صغیره و کبیره، هر کوچک و بزرگی در او نوشته شده. اون روز ملاقات با الله متعال خواهد بود. همه ما یومئذ تعرضون عرضه می شویم، یکی یکی به محضر دادگاه عدل الهی حاضر خواهیم شد و هیچ چیزی از الله متعال مخفی نیست و تمام آنچه که داشتیم
به ما نشان خواهند داد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که ذره کار خیر کرده باشه خواهد دید و هر کسی که ذره کار بد کرده باشه خواهد دید. آن روز جایی برای این کار نخواهد بود. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اگر زبان انسان بخواد دروغ بگه و چیزی را انکار بکنه، مهر بر زبان و دهان انسان خواهد خورد و دستها و پاهای انسان به حرف میان و شهادت میدن درباره آنچه که انسان انجام داده و بر علیه او. حتی پوست بدن انسان شروع میکنه به شهادت دادن. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. و با تعجب به پوستهای خود میگن، به پوست بدنشون چرا دارید شهادت میدید بر علیه ما؟ بر علیه خودتون چرا شهادت میدید؟ میگن انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اون ذاتی که همه چی رو به سخن آورده ما رو به سخن آورده است و نمیتونیم چیزی رو مخفی بکنیم. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. آن روز در دادگاه عدل الهی، در پیشگاه الله متعال، هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند. آنچه که پشت دیوارهای بسته در زندانها اتفاق افتاد به دست ظالمان متجاوز ستم پیشه در طول تاریخ بشر، همه آشکار خواهد شد. آه مظلوم، فریاد اون مظلومی که زیر چکمه ظالم در داخل زندانها و بازداشتگاهها داشت فریاد میکشید. اون روز همه فیلم اون صحنه پخش خواهد شد. چیزی مخفی نخواهد ماند. چه فریادهایی که مخفی مانده است در پشت دیوار زندانها و چه فریادهایی که به خاطر از دست دادن جان و یا ناموس و یا شرف و آبرو و مال به آسمان رفته است، اما انسانها از آن بیخبرند. چه ظلمهایی که نشده در پشت درهای بسته، چه جنایتها و تجاوزها و تعدیهایی که اون روز یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. آن روز همه چی عرضه خواهد شد، هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند. چه جنایتهایی که اتفاق نمیفته وقتی چند نفر در پشت در بسته‌ای دسیسه میکنن درباره شخص دیگری یا گروهی یا ملتی و خیانت میکنن، جنایت میکنن، پشت پرده میان و وطن فروشی میکنن، شخص فروشی میکنن، ملت فروشی میکنن و دوستانشون، آشنایانشون، خانواده خودشون، عزیزانشون رو به بهای ناچیزی میفروشن. اینها یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. اون کسی که بر علیه کسی دیگری دسیسه کرده بود، ظلمی کرده بود، حقش رو خورده بود، جنایتی کرده بود، بد کرده بود، بد گفته بود و اون هیچ وقت خبر نشد، هیچ وقت نفهمید که قاتل این عزیز من کی بود، هیچ وقت نفهمید که این ضربه رو از کجا خورد. اما اون کسی که این کارو کرده میداند. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. آن روز به پیش الله متعال عرضه خواهد شد و هیچ چیزی از شما مخفی نخواهد ماند. چیزی مخفی نخواهد بود. آنچه که نوشته شده و نوشته نشده، آنچه که گفته شده و گفته نشده، آنچه که شنیده شده و شنیده نشده، آنچه که به تصویر کشیده شده و به تصویر کشیده نشده، همه اینها، هر آنچه که اتفاق افتاده، چه مردم با خبر باشن چه بی خبر باشن، الله متعال با خبر است. فیلم اینها ضبط شده. همه اینها روزی در پیشگاه دادگاه عدل الهی مطرح خواهد شد. چقدر زیباست وقتی که مظلوم میبینه که چگونه الله متعال از ظالم ستم پیشه‌ای که در خلوت به او ظلم و ستم و تجاوز و تعدی میکرد انتقام میگیره و حق به حقدار میرسه. اگر این قسمت از عالم نبود، اون دادگاه عدل الهی که انسان به پیشگاه الله متعال حاضر میشه و ترازوی عدل الهی و نضع موازین القسط، ترازوی وزن عدالت الهی گذاشته خواهد شد، اگر اون عدالت نبود زندگی برای انسان بسیار سخت بود. مظلوم کجا باید داد ظلمی که بر او رفته رو دادخواهی میکرد؟ انسانی که حقی از او ضایع شده کجا باید حق خود رو به دست می آورد؟ کجا بود کسی که حق او رو بگیره در این دنیای پر از ظلم و ستمی که فریادهای میلیون ها نفر هر روز به آسمان بلند است؟
اما الله متعال به ظالم فرصت میدهد. فلا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. گمان مبر که الله متعال از آنچه که ظالمان انجام میدهند غافل است. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. با آنها مهلت میدهد، به تأخیر میاندازد عذاب اونها رو در روزی که چشمها خیره خواهند شد و سرها به سمت آسمان بلند است و نمیدانند که چه کار بکنند. الله متعال به کافر مهلت میده تا بیشتر گناه بکنه و بیشتر عذاب بکشه. به فاسق و فاجر مهلت میده. به یک روز انتقام همه اینها رو خواهد گرفت. نگران نباش. اگر بر تو ظلمی روا رفته است، اگر کسی حقی از تو رو ضایع کرده، اگر دستی دراز کرده به سمت جان، مال، ناموس و آبروی تو، که الله متعال یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه. آن روز همه چی عرضه خواهد شد و هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند و الله متعال در آن روز حق را به اقدار خواهد رساند. نگران نباش. یک روزی همه ناعدلی ها، همه ظلم و ستم ها به سزای خود خواهند رسید و حق به حقدار خواهد رسید و عدالت جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. و یکی از بزرگترین دلایل وجود قیامت همین عدالتی است که باید اتفاق بیفته. در عالمی که همه چیز را الله متعال سر جای خود خلق کرده، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. در خلق الله رحمان هیچ ناهماهنگی و رخنه‌ای وجود نداره. اما زندگی انسان ها میبینیم که خیلی جاها ظلم و ستم وجود داره و این ظلم و ستم باید در مسیر عدالت قرار بگیره و عدالت باید درباره او حکم بکنه و حق به حقدار برسه. و این سناریو و این مسیر در روز قیامت کامل خواهد شد. آن روزی که یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه. آن روزی که در پیشگاه الله متعال عرضه خواهید شد و هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. نگران نباش. الله متعال با توست و هر کسی که در زندگی به تو بد کرده باشه یک روزی باید تقاص او رو پس بده. پس هیچ نگران نباش از این که اگر فکر میکنی کسی حق تو رو خورده یا به تو ظلم میکرده، چون حق به حقدار خواهد رسید.